سلام عرض کردم. وقتی علی گدا شروع میکنه به روزخونی و بندبازی معنیش اینه که وضع نظام خیلی خرابه. اما وقتی اکبر کوسه میره تو فاز گریه زاری و آه و ناله یعنی دیگه وضع خراب اندر خرابه، یعنی خرابناکه. آقای روحانی الان با مسئله سوریه مواجهن که خیلی از کشورهای عربی درباره اون حرف دارن. در مسئله لبنان میگوین که شما اونجا چی میکنید، در مسئله عراق نگران هستن، مسئله یمن و بحرین هم که اضافه شده و همه اینها مسائلی است که در سیاست خارجی باید دقیق عمل کنیم. تا اینجا اعتراف کرد که دولت تدبیر با همه دود و دم اعتدالش چطوری عبای عظما رو گرفته و داره درسته تو باطلاق عمق استراتژیک فرو میره. حالا بریم ببینیم وضعیت داخلی دنبش یعنی شیخ فری رو چطوری ارزیابی کرده. مشکلاتی رو که الان آقای روحانی در داخل دارن من نداشتم. میبینید در هر سفری که هیئت مذاکره کننده میره دروغی علیهشون میبندن و ابراز دلواپسی میکنن. در مسئله اقتصادی آقای دکتر روحانی بحث خروج از رکود تورمی رو مطرح کردن و امیدی دادن که وضعیت معیشتی مردم خوب میشه، اما اونچه که مردم لمس میکنن این نیست. یعنی نگرانی در مردم درباره مسائل اقتصادی وجود داره. این موضوع رو خود اونها هم میفهمن، حق با مردم است. همونها که حرفهای پیچیده اقتصادی رو مؤثر نمیدونن و اون چه رو لمس میکنن گرانی سفره است. این همون اکبر کوسه‌ایه که یه زمانی بادی به غبغب مینداخت و میگفت دولت روحانی اله و بله و جیمبله و ببین کار به گل نشستن به کجا رسیده که پدرخواندهام تناقض بین ادعاهاي مسخره شیخ با واقعیت سرسفرهها رو رسانهیی میکنه. جالب اینجاست که اشکال کار رو هم میگه. اشکال کار این بود که وقتی آقای روحانی وعده میداد وعده مشروط نمیداد و میگفت که این کار رو میکنم. میدانست ابزاری که باید این کارها رو انجام دهد در دست دولت نیست. آقای روحانی چه تحویل گرفته؟ جز قوه مجریه چیز دیگری ندارد. بودجه قوه مجریه هم باید در مجلس تصویب شود که مجلس هم حسابهای خودش رو دارد. آها، حرف اول و آخر زد. میگه تو نظام ولایت فقیه رئیس جمهور دوغم نیست. اختیارش کجا بود؟ بله دیگه، وقتی گره هسته‌ای کور میشه، وقتی جوالدوز ضرب الاجل فرو میره تو پک و پلوی نظام، وقتی زهرخوری پیچ میخوره و کار سخت میشه، اون وقت اکبر کوسه هم میاد و تلو خوران گریه زاری راه میندازه و پنبه کارنامه شیخ فری جونشو میزنه. اون وضعیت خراب اندر خرابی که گفتم یعنی همین. موشکاف